به عنوان یک فعال در حوزه هنر، کسی که صاحب کسب و کاره یا کسی که تو سوشال میدیا کار میکنه، لازمه که برندینگ شخصی قوی رو داشته باشید. حالا برندینگ شخصی چی هست، چه کاری باید انجام بدید واسش، یه دور میخوایم همه رو با هم دیگه مرور بکنیم. اول از همه بیاد بریم سراغ این که پرسونال برندینگ چی یا نیست. الان شما هر جایی برید بگید که پرسونال برندینگ چیه، به چت جی پی تی بدید، به هر هوش مصنوعی بدید، یه لیست برای شما درست میکنه. میگه که لوگو انتخاب کن، نه، اول اسم انتخاب کن، اسم دو سیلابه انتخاب کن، بعد لوگوتو انتخاب کن، کلید واژه‌هاتو انتخاب کن، بعد حوزه‌های مختلف ببین چه جوریه، برو کارا رو کپی کن و کارا رو انجام بده. این پرسونال برندینگ نیست. این فقط ما داریم کار انجام میدیم. این برندینگ شخصی ما دیگه نیستش. برندینگ شخصی یعنی این که من یک داستانی برای خودم درست بکنم، یک احساس و ارتباطاتی بین خودم و مشتریان و مخاطبانم داشته باشم. یعنی چی؟ یعنی این که وقتی که اون افراد محصول منو یا خدمات من رو میبینن، به یاد یک داستانی بیفتن، یک داستانی داشته باشه اون محصول، که مثلا بدونن که من یک سری مشکلات رو گذروندم، یک سری اتفاقات افتاده و این مسیرها گذشته که من الان به اینجا رسیدم. این باعث میشه که افراد خیلی احساس نزدیکتری به محصولات داشته باشن. یه مثال ازتون بزنم. برنامه اکنون آقای سروش صحت رو دیده باشید، چند قسمت قبلش آقای طهماسب اومده بود، گفتش که من بازی آقای علی دایی رو توی بایر مونیخ نگاه میکردم چون داستان آقای علی دایی رو میدونستم. ماها مثلا بازی اینتر رو الان نگاه میکنیم چون داستان تارامی رو میدونیم از کجا اومد، پرسپولیس، بعد رفت تیمای دیگه و الان توی اینتره. مثال بزرگترش رو بخوام واسهتون بزنم، مثلا رونالدو، النصر رو کی میشناختش؟ رونالدو وقتی که رفت اونجا، داستان خودش رفت اونجا، همه به خاطر شناختی که ازش داشتن. الان النصر رو نگاه میکنه، اصلا لباس النصر قبلا فروش نمیرفت. اینتر میامی، مسی رفت اصلا کلا جابجا شد و خیلی مثالهای دیگه. کلا لازمه که ما توی کارامون این احساسات رو داشته باشیم، یک داستانی رو داشته باشیم برای گفتن. الان خیلی از یوتیوبرها یک کالاهایی رو دارن که به فروش میرسونن. به صادق باشیم، الان ما توی فروشگاهی که بریم، اجناس خیلی مختلفی، برندهای خیلی مختلفی هست که میتونیم همه رو انتخاب بکنیم، اما میریم سراغ اون جنسی که یک خاطری ازش داریم، یک داستانی رو ازش میدونیم. مثلا شکلات‌های مستر بیست الان خیلی فروش میره چون که همه مستر بیست رو دوست دارن. نوشیدنی‌های پرایم برای لوگان و KSI خیلی معروف شده، خیلی زیاده. یا مثال واسه خودمون بزنم، شکلات‌های شوکومان که برای کوروش و ایمان بود، خب من خودم شکلات رو نخوردم، اما اون شکلات به خاطر داستان کوروش و ایمان، به خاطر جذابیتی که اون دو نفر واسه ما داشتن، خیلی پرفروش بود و سریع تموم شد. این اتفاق خیلی مهمه. اگه میخوای روی پرسونال برندینگت کار بکنی، روی این موضوع خیلی باید کار بکنی، خیلی باید روش وقت بذاری. اشتباهات زیادی ممکنه بکنی، خیلی خطا ممکنه پیش بیاد. همه اینا میتونه مسیر درست رو بهت یاد بده. یه مشکلی که الان هستش توی فضای مجازی، ما اینستا رو که وا میکنیم، یوتیوب یا هر جای دیگه، پادکست ها و ویدیوهایی که میبینیم، خیلی ها دارن داستانهای دروغ میفروشن. یعنی یک داستانی رو به وجود میارن یا یک چیز خیلی ساده رو یک جوری بیان میکنن که رو ما تاثیر میذاره و باعث میشه که ما جذب اون آدم بشیم و راحت بتونیم پکیجاشون رو بگیریم، محصولاتشون رو بگیریم و خیلی اتفاقی دیگه بیفته. مثلا یهو تصمیم میگیره که ما از امروز به بعد دیگه نمک نخوریم و یه جور بیان میشه، پخش میشه، همه از هم دیگه کپی میکنن و یهو حذف میشه. یه سبک لباس یهو حذف میشه یا یه مدل جدید وارد میشه اصلا قبلا نبود. مثلا ما کمد لباس کلا باید بریزیم دور. چرا؟ چون یه کسی که روی ما تأثیر گذاشته امروز اومده گفته که آقا اینجوری از این به بعد. اگه میخواید داستان یه فرد دنبال بکنید، اینجوری روتون تأثیر بذاره، خیلی باید دقت بکنید. تو خودت هم میخوای این کار رو بکنی، میخوای پرسونال برندینگ تو داشته باشی، اما خودت هم
یک تأثیری از بقیه افراد گرفتی. اون آدمای دیگه روی زندگی تو تاثیر گذاشتن و در نتیجه تو شدی این آدم و این شده داستان تو. پس باید خیلی دقت بکنی که داستان چه کسایی رو داری گوش میدی. از همون اول برو سراغ آدم هایی که زندگی موفق داشتن، زندگی تاثیرگذار داشتن و نتیجهشون رو دیدی. دیدن زندگی اونا میتونه به تو کمک بکنه که بتونی راه بهتری بری. تو دیگه دیدی اونا چه اشتباهاتی کردن، چه کارهایی رو درست انجام دادن، چه کارهایی میتونی انجام بدی که تو مسیر قرار بگیری و بهترین کار انجام بدی. یه دونه داستانی که من تازه شنیدم و خیلی جذب اون فرد شدم، خانم تینا پاکروان بود تو برنامه اکنون. برنامه اکنون رو ببینید. یعنی من خیلی کوچکتر از اونم که بخوام تبلیغش بکنم، اما ببینید واقعا جذابه. حتی شمس لنگرودی تمام مهمونایی که داشت فوق‌العاده بودن. خانم تینا پاکروان داستانی که اومد تعریف کرد، من فکر کنم بعد چند سال اولین ویدئویی بود که 1 ثانیه هم جلو نزدم. اینقدر این داستان جذاب بود و من جذب این آدم شدم و از این به بعد فیلم و سریالاشو خیلی بهتر دقیق‌تر میبینم. یه چیزی ازت میخوام، یکم متفاوت نسبت به کاری که همه دارن انجام میدن. یکم خلاف جهت برو. اگه همه مسیر صاف دارن میرن، تو زیگزاگ برو. همه راست میرن، تو چپ برو. بالا میرن، پایین برو. از تفاوت نترس. ببین بقیه این مسیر رو رفتن، این کار انجام شده، این اتفاقات افتاده و نتیجهشو گرفتن. یعنی اون فرد داستانش رو گفته، اون مسیر رو رفته، تاثیراتش رو گذاشته و تو الان باید انقدر پیشرفت کنی تا یک که به اون فرد برسی، بعد تازه بخوای بزنی بالا. اما بیا داستان خودتو، اون داستان یونیک خودتو داشته باش. از شکستن تابوان نترس. ببین تا چند وقت پیش، تا چند سال پیش خیلی چیزا توی همین کشور اصلا فکر نمیشد راجبش کرد، اما خیلی از افراد اومدن تابوها رو شکستن، اون پرده رو کنار زدن. اتفاقات که افتاد کلا زندگی خیلی ها رو عوض کرد. ببین در این حد که حتی وقتی که اونا این کار رو انجام دادن، البته نحوه اجراش هم خوب بود، چون که خیلی اومدن مثلا همین داستان مقنعه‌سر کردن پسرها، خب قدیم خیلی وقت پیش این اصلا چیزی بود که کسی فکرشو نمی‌کرد. اگرم بود توی جمع‌های خودمونی بود، نه اینکه بیای توی سوشال مدیا برای چند هزار نفر آدم نشون بدی. اما جوری اینو نشون دادن و تأثیر گذاشتن و توی ذهن مردم ثبت شدن که بعد از اون خیلی های دیگه هم اومدن اون مسیر رو رفتن، یه سری تغییرات دادن و الان خیلی دیگه زیاده. مثلا شاید دیگه اون نباشه، اما اون فرد الان به اون داستان شناخته میشه. اما خب با مرور زمان داستان جدید رو از خودش درست کرده، اتفاقات جدید و نوآوری داشته. اینی که میگم اگه مسیر یکی رو بری، باید اول به اون برسی، بعد بزنی بالا و بری. یه خلاقیت خیلی زیادی میخواد، یه توانایی خیلی بالا میخواد. بعد بتونی با قدرت یه جوری سمت اون سوژه بری و اون داستان رو درست بکنی که یه جورایی مال خودت بکنی. الان خیلی باشون حرف بزنی میگم بلایند دیت و وینی درست کرده، اما اگه قبل ترش توی یوتیوب دیده باشی، خب کاباره بود، رزلی درست میکرد، چند قسمت هم درست کرد، بلی مشکلاتی خورد و ویدیوها پاک شد. اما وینی یه جوری درست کرد، رکورد زد و ثبت شد و خیلی پشمندش اومدن کپی کردن و الان دارن همین جوری دیگه درست میکنن، هرچند که وینی دیگه مسیر رو عوض کرد و ویدیوهای جدید درست کردش. یه سری واسط معرفی بکنم، یه پلیلیست. پاشا مجلسی یه پلیلیست داره، چیلینگ ویت، با یک سری افراد میشینه، چیل میکنن، قهوه میخورن، با هم حرف میزنن و داستانهای زندگیشونو میگن. من بهت قول میدم تمام این افراد و تمام این اپیزودها رو بشینی تا آخر ببینی، جوری اون فرد رو تأثیر میذاره که از اون به بعدم تو فنش میشی و میبینی کاراشو. پس ببین کنار برنامه اکنون من چیلینگ ویت پاشارم خیلی دوست دارم و خیلی بهت کمک میکنه که خودت هم بتونی اون داستان زندگی تو چجوری تعریف بکنی. دیدن، صحبت کردن و بیان آدم ها خیلی میتونه بهت کمک بکنه، راه های خیلی خوبی رو میتونه بهت نشون بده. حالا
یه کاری بیایید با هم دیگه بکنیم واسه این که بتونیم داستانمون رو خوب جلو ببریم. دو تا کار. اول یه کاغذ بذار جلوت، تمام اون کلماتی که دوست داری آدما راجع به تو توی ذهنشون باشه رو بنویس. مثلا دوست داری که آدما وقتی که اسم تو میاد تو رو با چه چیزهایی بشناسن، چه حرفها، چه کلمات، چه جملاتی. بعد که اونا رو نوشتی یه دور مرورشون کن، ببین که گفتاری خوبن. چون مثلا بعضی وقتا یه کلمه تو ذهن ما میاد میگه خوبه ها، فرد مثلا به اسم هنرمند منو بشناسه، اما هنرمند خیلی کلیه، یه ذره جزئی تر، دقیق تر میتونیم کلمات رو تغییر بدیم جوری که افراد بهتر بتونن بیانش بکنن، یکم یونیک تر باشه. بعدش کلماتی رو بنویس که دوست نداری با اونا تو رو یادآوری بکنن، یعنی که وقتی اسم تو میاد برعکس مورد قبل این چیزا دیگه وجود نداشته باشه. وقتی که اینا رو تفکیک بکنی میدونی که داستانت رو چجوری میخوای بیان بکنی، چه تأثیری میخوای روی مخاطبت بذاری. اینطوری خیلی راحت تر میتونی اون مسیر رو درست بکنی، داستان رو پیدا بکنی و به مخاطبت انتقال بدی. یه فکری بکن، تو داستان زندگیت یه کتابه. خب از اون جملاتی که اول انتخاب کردی دو تا جمله باید انتخاب بکنی و اسم کتابت باشه. دو تا جمله انتخاب کن، اسم کتابت، اسم داستانت رو انتخاب بکن. یه مثال بخوام واسط بزنم، مثلا ما یوهان کرایوف و اهل فوتبال باشید دیدید، خیلی میشناسید، ندیدیم که ندیدیم، میشناسید. یه کتاب داره نوبت من. خب کافیه این نوبت من یوهان کرایوف کافیه وقتی که اسمش میاد یا میدونیم که این واسه وقتی که یوهان کرایوف شروع کرد استارت زد، این یعنی که الان دیگه نوبت منه. یکی دیگهش نیاز به صحبت نداره، خدا هستن، منزلاتان هستن. من بیشتر کتابم فوتبالی، منزلاتان هستن. دو تا نمونه واسهتون گفتم، همین جوری بشینید بنویسید و اسم داستانت رو پیدا بکنید. اینجوری میتونید یک برند قوی داشته باشید. قبل از اینکه برید سراغ لوگو، اسم برای برندتون، هر چیزی داستانت رو درست کن و روی داستانت کار کن تا اگه بتونی داستان قوی تو به مخاطبانت انتقال بدی میتونی یه پرسونال برندینگ خیلی خوب داشته باشی. خیلی از چیزایی که بهت گفتم نتیجه اشتباهاتی بود که خودم توی این سالا انجام دادم. یعنی من خیلی کار رو انجام دادم، خودم اول رفتم سراغ لوگو، رفتم سراغ اسم و یالا همینجوری رفتیم و کار رو انجام دادیم و نتیجه‌ای که باید رو نگرفتیم. یعنی هر چقدر که با کیفیت کار کردیم، هر چقدر که رو برنامه ریزی محتوا گذاشتیم، اما داستانی پشت محتواها نبوده. به خاطر همین خیلی به مشکل خوردیم و یه جورایی شکست خورد و دوباره این مسیر رو شروع کردیم. این کار رو بکن، هر جای مسیرت، هر اتفاقی که افتاد، هر جایی که نیاز به کمک داشتی یا میخواستی که مشاوره‌ای بکنی و صحبت بکنی با یه نفر، میتونی زیر این ویدیو واسه من کامنت بکنی یا لینک اینستای من زیر ویدیو هست، میتونی بیان جلوم دایرکت بدی و با هم صحبت بکنی. مرسی که تا آخر ویدیو با من همراه بودی. ما حالا تو ویدیوهای بعدی بازم سراغ برندینگ میریم، بازم راجبش صحبت میکنیم و موضوعات رو تیکه تیکم دوباره بررسی میکنیم. همراه هم باش، کانال رو سابسکرایب کن تا ویدیوها رو از دست ندی.